سلام بچه‌ها. یک پیگمنتر حرفه‌ای چه دستگاهی داره؟ اول انتخاب خیلی دستگاه 4 چراغه چون ارزونه. ولی بچه‌ها این دستگاه 7 ولت. توان اجرایی خیلی از سبکا رو نداره. این دستگاه با توچ امریکایی انتخاب پیگمنترهای حرفه‌ای قدیمیه. کاشت عالی داره ولی سوزن و سرپلاک جده. پیدا کردن سوزنش سخته و الان از لحاظ بهداشتی تایید نیست. بایوتچ جدید سوزان و سرپلاک یکی شد و دستگاه واقعا حرفه‌ایه. فقط مشکلش اینه که تغییر استروک نداره. این آخرین دستگاه منه. مستور 12 ولته و استروک متغیر داره که باعث میشه که کاشت قوی تری داشته باشه و توانایی اجرای تمام تکنیک‌ها رو داشته باشه. استروک به معنای مسافتی که سوزن در هر سیکل طی میکنه. در آخر دستگاه باید بخری که سبک باشه، بدون لرزش باشه، استروک متغیر داشته باشه. این پستو بفرست واسه اون دوستت که نمیدونه چه دستگاهی بخره. مرسی که لایک میکنی و کامنت میذاری.